مقامات میلیس دوشنبه 3 نفر را که روز 19 دکامبر در مرکز پایتخت تاجیکستان به دو دختر 15 ساله از جمله به ممتاز دختر ژورنالیست شناخته شاهنوزه کاملزاده و عبیره استاد مومن قنوات در افتادن دستگیر کرده است. شاهنوزه کاملزاده در صحیفه‌اش در فیسبوک به همه مراجعت کرده است که دوستان اگر این نامردان را در هر جای دیدید بر رویشان توف کنید. بنا به نقل شاهنوزه روز 19 دکامبر ساعت تقریبا 15 در مرکز شهر 3 نفر به دو دختر نابالغ از جمله به دختر او دست درازی کرده آنها را دشنام و لطو کردند. به اعضای بدن دخترم دست میرساند. دخترم کوشش میکند دستان این حیوان را از بدنش دور کند. بعد تلفنش را از دستش زده میگیرد و دشنام میکند. دخترم کوشش میکند تلفنش را از دست او بگیرد. در همین میان دو مرد دیگر دوستان این ابله سمکه دخترم را از دستش کشیده میگیرند و تحقیر کردن میگیرند. دوگانه دخترم هم تلاش میکند چیزهایشان را از دست پسرها بگیرند، اما آنها همین طور دخترها را از پیش پلیکلینیک یک حدود 500 متر تحقیر و دشنام کرده میآورند. نوشته شاهنوزه کاملزاده دخترکان ناچار برای گرفتن سمکه و تلفن‌هایشان به آنها حمله میکنند، ولی آن سه نامرد دوگانه دختر شاهنوزه را به زمین افکنده با شتاب به سر و روی و شکمش میزنند. تلفن دختر شاهنوزه را هم به زمین پرتافته میشکنند. شاهنوزه مینویسد رهگذران همین حالت را دیده آرام گذشته میروند و حتی دخترها را طعنه و ملامت میکنند که در خانه هاتون شینین چی کار میکند؟ ما از طالبان گله داریم. باز شاهنوزه کاملزاده آن سه نامرد را حرامزاده نامیده برایشان لعنت خدا فرستاده است و نوشته است که حالت روانی دخترها بسیار بد است، چون که ضربه های شدید هم روانی و هم جسمانی گرفتند.